السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما ده بینندگان عزیز، خواستیم که امروز یک آش وطنی تیار کنیم. حتی پراموی فرقت شما دوستا صحبت کرده بریم ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. خواستیم که علاوه آشمونا میمونیم. بسم الله. بچه هم افیر چسبیده است و بوشم یا بنایسین. خواستیم که با روغن زیتون آشمون آماده کنیم. با استکان 2 استکان روغن می‌ریزیم.
نیم لیتر روغن هست. میتونن زیادتر هم بریزیم میشود. خب ما نیم لیتر بس از 1.5 کیلو برنجال آش میکنیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بسم الله نزدن و خوبی تینجی. او برادر ترسون شریف و یک به یک انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شما دی بندی روز. امره ابی ویلکم. وانده خیکول پیلاو مکه امره ابی کیک مر انشاءالله.
زویس نمره زویس بیت لیکر ماشاءالله میت اولیف اولی نوک لیکر زینا هنوز روغن من داغ نشده است چند وقت منتظر میشیم که روغن خوب داغ شود بعد از اون پیاز می اندازیم خوب میشه بعد اول گوشتم پرتیم ما پیاز می پرتیم در دیگه
الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فروش عثمان شو مالي؟ خوب اینا روغن داغ شد. بسم الله الرحمن الرحیم. روغن را اندازم. نمیفهم آوازش هست نیستد. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر از صلح لختی پر خوش آمدی. خوب هستی اکا جان؟ بیا که اوش بدهی، اوش وطنی. نگو که خبر نمیکنم. نه به اون خاطر دارم لایف گرفتیم که پراموی که شما ببینیم. بیا یه مطلب بیا.
خوب در اینجا یک نیم کیلو گوشت گاو هست، اون را همراه میکنیم. برای این دیگ رو نشان میکنیم. Kryška šopším, jak tam makat. Chop. خوب ماشاءالله دمام هوا خوب گرم که است. کم تر ابر هست اون بالا رو ببین. ابر هست.
خب من یک کمتر آب میریزم، تقریبا 1 نیم لیتر آب. دیدیم که آب ریختم، این لیتر هم کمتر. حالا ترشکایی را میپوشم، میجوشد، خوب گوشت نرم میشود. بعدا پیاز رو میاندازم. پیاز میگم، ببخشید، سبزی رو. ببینید من برنج رو تر نکردم. برنج افغانی است. 1 نیم کیلو برنج را گرفتیم. از رفته برنج رو تر کردم میآیم. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. که زفر بیا بچه، تو خودت میرسی، خدا خواهد باشم تیار میشه.
Umar Usmon Xushmayevlar. Rahmat. Bu naganki xabar nakardi surasi. Hamma kasab xizim bibinki inshaalloh o'shak. Soat ya soat xilofat tayyormish. خوب این هوا برنجه بفش روستیم و آب بریتیم. برنجه ما سبزی را انداخته و کم یکی جوشید. بعد از اون انا برنجه میپرتیم در دیگه. دیگه یک نشونتیم. بود نگه که اون دیگه نشون ها احساس یا شاید سوخته باشه و گوشت پوست کفته نشون دادیم که نسوخته بودم.
خوب بازی نوبت به سبزی. انا سبزیمون 2 کیلو است. ما ببینیم اشکال میکنیم سبزی رو میاندازیم. بسم الله. دو واریانت های میشه که کلیشکش پوچی تستر تیار میشه، میشه که نفوش همیشه خودش آب چلم میره. ما فهمی خیلی را بخوزیم کلیشکش نمیپوشیم فعلا کم را بیستد. چه؟ بخور برو خیلی بخور جوشه ها علاوه برو پوشی پوش برو پوشی پوش رو بیا برو. خیلی پاپو ای ماشاءالله انا برو بزن برو بزن کجا برو بزن کجا Solo buenas noches.
خوب اینه سازی نزدیک موندگی های حضور آبش میریزیم بگیم انا بعد یک جوش میخوره و برنجم در دیگ میپرتیم. تشکیل من دوشته شو نعمتلو ای بچه تشکیل من دوشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. خب بیاریم آب بریزیم در دیگ. در اینجا 1 لیتر و 700 میلی لیتر بگیم آب داشتیم. خب آب رو در دیگ ریختیم. یک بار نشان دهم شما هم با اینا نمایان هست. خب باز چیکار میکنیم؟ نمک میپرتیم. دو قاشق نمک بس است. ما در اینجا مرچ داریم سیاه از این هم یک کمتر میپرتیم. خب این یک قاشق بوده مرچ سیاه انداختیم. میک داریم یک کم میجوشد یک کمتر و بعدا برنج همراه میکنیم. خب حالی دهانشو میپوشیم.
أنا تو جوشیدنی ایره یکون سوره گره بخونیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم
المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. خوب أنا كبرين جميعا. نزدیکتر برام شما هم بینین. نزدیمو نرم هم شده است. خب هر کس میتونه که نخود به اندازه یا که دیگر چیزها ما بدون نخود مثلا اگه زیره باید پرتیم خب ما یک نمو زیره است هم ارالش کردگی است با بعضی چیزها نازی هم انداختیم حالا در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم گفته برنجا میاندازیم. Gaan we even over de richting. خوب ما دهانی دیگر رو میپوشیم. تلفن دورتر بگیریم که نزدیک آتش گرم است. یا الله خوب منتظر میشیم که
یک 5-6 دقیقه و زیادتر انا یک جوش میشم. باز برنج یک طرفش میگردیم و بعد از او دم میپرتیم برنج. یگون نشید بخونیم. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی بر روح پاکت محمدی امی. خوشا کنم سرمدید خاکت محمدی امی. دلم تمنا بر روز محشر شفاعتت دارد. لقاء روی مه تو در راه جنتت دارد. با تو دل صدا ندارد دارد. شام مازیا ندارد دارد. شام مازیا ندارد دارد. به مهرت بها ندارد دلها. با عشقت بها ندارد دارد. با عشقت بها ندارد دارد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. بشین بکنج دل شکستم نبی 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 جانم نبی. بر روز عقبا میان غمها شفاعتت خواهم. تو شاه مستان به من نظر کن ببین چی خارم من. به مهر رویت به گفت و گویت ببین چی دارم من. بهتر از هر چی در این عالم. محبوب خدای هر یک عالم. محبوب خدای هر یک عالم. در جانها که جان شود دیگر. جان چو شد جهان شود دیگر. جان چو شد جهان شود دیگر. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی.
ای نبی جانم ای نبی جانم ای نبی جانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی جان و دلم آرامش جانم روح و روانم نبی اللهم صل وسلم وبارك عليه. خوب آنها که نزدیکتر کو بریم کامیرا را ببینیم که چی گپ شد داری دیگیم و چی گپ خبر است. ای ماشاءالله نکیم انا عجایبات چیده ایستاده است. خب ما حاضر برنج منه او طرف شه کوفته و بسم الله. نمیفهم نمایان هست نیست دیگر هوا هم گرم کرده است آفتاب است. کمک گفتش زیرش خوب اینه به همین ترتیب قطعی باز میگذاریم این طرفش چند دقیقه انا میجوشد پخته میشه بعد از او دم میپرتیم برنج مونه. تا اون طرف دیگر باز جگان نشی دیگه خونیم چی یا که صبر کنیم دم پرتیم بعدا. خب این دایی دولتی ما داری بلگیا گفتی که داری فعلا که هستیم هوا ماشاءالله خوب کرده است قدر گرم هم نیست. یک دو هفته که خیلی گرمی خوب کرد 28 گرادوس 30 گرادوس گرم کرده بود انا امروز هوا نقص شدگی.
خب من رفته یگان لطه بیارم برای آش دم انداختن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکاچ خیلی خوبی تنجی برادر تجکی سلامت خوبه اکا خوش آمدی. بیا اکا آش بده و نگو که خبر نکردی صداست. خوب اینا آش دم میپرتیم. این برنج افغانی هایده مثلا اینا ببینید برنج افغانی. برای دم انداختن حاضره. ما برم یک لطه بیارم که در بلوی پرتافتن در کار. خب این یک لطه آوردیم. ما بین آشمونه یک دو بار سراخ میکنیم. اما دم میپرتیم آشه. مثلا دورتر بونیم. خوب اینا آش دم پرتافتیم. یک نیم ساعت بعد خدا خواهد آش ما تیاره.
موجوده مکه. خوب انا یگان نشی دیگه خوندن گیریم. تو دم خوردن ایره کم وقت هم داریم. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. سوار بر مرکبی چوبین اگر قصری زرین داری. اگر شاهی اگر درویش اگر ملکی جهان داری. اگر شاهی اگر درویش اگر ملکی جهان داری. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. برندت از خانه‌ات بیرون رفیقانت کنن گریان. برندت سوی گورستان میانی سنگ و احجاری. برندت سوی گورستان میانی سنگ و احجاری. چونین دانی از این خاری. کربا نکیر آید سؤالشان این چونین باشد. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. سؤالی میکنن از تو به تو گویند که رب تو کیست. اگر لطفی خدا باشد زبانت میدهد یاری. اگر لطفی خدا باشد زبانت میدهد یاری. چو مشغولی در این دنیا بسیم و ضربت فلوزن. نیاید یاد تو هرگز از این درویش نظر داری. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. ایسه بیا نه جوش ایسه بیا. کجا شد آدم و حوا کجا شد یوسف و موسی. کجا شد ایوب و زکریا کجا شد نوح طوفانی. کجا شد عیسی ابن مریم که مرد زنده میکردو. کجا شد اسماعیل و اسحاق کجا شد آن تخت سلیمانی.
دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. خلیل الله کجا رفتی؟ ذبیح الله کجا رفتی؟ همه در خواب شدن آخر به مشت خاک پنهانی. همه در خواب شدن آخر به مشت خاک پنهانی. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. مشو غافل ز حال خود که جای زیر زمین داری. که جای زیر زمین داری. خوب بسیار نشید پرمعنا واقعیت. اگر در این دنیا عمل خوب داشتیم فایده آخرت مونه. عمل خوب که نداشتیم وای بر حال ما. خدا کنه که از جمله کسانی ما و شما را بگردانه که عمل نیکو داشته باشیم و عمل خوب داشته باشیم که این عمل من در آخرت دستگیری ممکنه و در قبرم از عذابای قبر دستگیر من شود. البته که لطف و کرم الله باشد که او کار نصیب هر انسان می شود. انشاءالله که امیدواریم از درگاه الله ناامید نیستیم. خوب ایتا برادرای عزیز، بینندگان محترم، خواستیم که امروز رخصتی که ما از کار رخصتیم همراه شما عزیزان شریک بسازیم و یک اوشی وطنی تیار کنیم. گفتیم انا شما ببینین. جان چی میگوی؟ او الله وای بچم جوشه خوب کو یگان نشی دیگه بخونیم بچه ها. در جمعه که دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. ببینید چقدر الله بزرگ داریم که ما و شما را میگه اگر دلت را خانه من کنی دیگه الله بزرگ در اون داخل کسی راه نمیتیه. اون داخل تا پاک نگه میداره. انا امروز ما و شما ها محبت دنیا را بسیار توجه کردیم. الله بزرگ فراموش کرده شدیم. الله مهربان توفیق در بندگی برای هر یک و یک ما و شما نصیب کنه که طاعت عبادت الله و جا بیاریم. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. به افشان قطره اشک که من هستم خریدارش. به افشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیار ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ما را. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من.
اگر درها برویت بسته شد دل بد نکن باز آی. اگر درها برویت بسته شد دل بد نکن باز آی. دری خانه دقل وا کن که هم وا کردنش با من. به ما گو حاجت خود را اجابت کردنش با من. به ما گو حاجت خود را اجابت کردنش با من. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. طلب کن آنچه را خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جن که آنها کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. خدا کنه که ما و شما از این نشید برای خودمان یگان پند گرفته باشیم. خب این اوشا ما هم چند دقیقش تخمینا 15 دقیقش جان 15 دقیقش که دم انداختیم. ای ماشاءالله بهترین کارو کرده. با کدو هم زبوشم میشه فرق ندارم. کدو اجسه که بیایی گفتی که پازه دم گریم لایک گفتی او برادر ایسی بیا که ایسی بیا بچم. خب اینه که جان با شکر نگم تگه خونیم. 15 دقیقه وقت داریم. با تیار شدن اوشمون 15 دقیقه وقت داریم. نبی رحمت است و نبی عزت است. نبی رحمت است و نبی عزت است. نبی ارمغانی خوشی وحدت است. نبی ارمغانی خوشی وحدت است. نبی هدیه از خدا بهر خلق. نبی عشق به انتها بهر خلق. نبی عشق به انتها بهر خلق. نبی غم گساری غمی امت است. نبی رحمت و مرحمی امت است. نبی رحمت و مرحمی امت است. خدا انبیا را بشر خلق کرد. نبی را ولی تاج سر خلق کرد. نبی را ولی تاج سر خلق کرد.
زنور نبی شام ما روشن است، صفا از بهارش گل و گلشن است، صفا از بهارش گل و گلشن است. ز بوی نبی دامنم بوی گل گرفت است و پیراهنم بوی گل گرفت است و پیراهنم بوی گل. جهان منور ز نور نبی، چراغان سراسر ز نور نبی، چراغان سراسر ز نور نبی. نبی جان سرور دل غم زده، نبی مرهمی قلب ماتم زده، نبی مرهمی قلب ماتم زده. ز حب نبی حالمان رام یافت، زمین از وجود نبی کام یافت، زمین از وجود نبی کام یافت. ز مهرش دل ما فروزنده باد، ز عشقش دل خلق ها کنده باد، ز عشقش دل خلق ها کنده باد. نبی رحمت است و نبی عزت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است. نبی هدیه از خدا بهر خلق، نبی عشق به انتها 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 بهر خلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خوب انشالله که وقتم کم مونده است، یک لگن رفته آماده کنیم که آشمون تیار می شود. خدا خواهد این لعلی است، لگن است. یک ساعت و 35 دقیقه شده است از حالی نوار کردن تا حاضره.
انا اوشمو بگم که 10 دقیقه بعد آماده که شوه. 1 ساعت 45 دقیقه ده اوش تیاره خدا خواه. چی میگی؟ خوب. خوب بینندگان عزیز بنویس یگان چی که صحبت نیم یگان سوالا باشه طرف های اروپا تا جایی که بفهمیم انا جواب میتیم. الحمدلله. خروبی او بچه خروبی است خروبی است که نه اوش آزم میکنیم کوی لالی چه دوری یگان لگن چه تو برای جور کو برای یگان لگن بیارو خیلی شد برداریم تو ده. اوه خوب اینه خدا خواهد که 5 دقیقه بعد اوشا میکنیم. یه شرقانی هم 25 دقیقه هم بس شد. خوب هر رو باید 5 دقیقه بیستیم. ای ماشاءالله انا بچه لگن چه آورد. بینندگان عزیز مرحمت کنید اینا اوش تیار میشه انشالله آماده میشه و میکنیم اوشا. در بلگیا اوش بوده اوشی تاجیکی میکنیم با برنج افغانی. تو شقتم آوردی چه شقتم آوردی نه شید فهمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوب اینا آش ما تیار شد. انا بینندگان عزیز میریم آهسته آهسته آشمون را میکنیم. اوکی امی عایشه سلام علیکم و رحمت الله. رحمت کلان اپا جان الله نگهدارتان باشد. انا که از چیکار میکنیم آش دم دختگی ما بسم الله الرحمن الرحیم گفته کامیرا را نزدیک ببریم و ببینیم که در داخل دیگ چی گپ شید. توکلش به خدا. حالا نزدیکتر اینه که بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماشاءالله نکیم خدمت تعریف نکنیم دیگه هیچ که تعریف نمیده. نگیرشی لگانی خوبی آشی افغانی همه خیلی مکرون نیست. شاید دولی بعضی ها کلان معلوم شد اگر با مکرون مانند می شود. نه ببینین این آشی افغانی هم خیلی میاد دانه
نیخ الحمدلله که وشمون نچسبیده ای نچسبیده سوش اینا روغن زیتون قطعی امروز کردیم جوشیده ایستاده است. خوب بینندگان عزیز همه مرحمت کنید مرحمت نیده باشه اجویه برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. جان جان صبر کن صبر که کوشه برداریم. جوشه بشیم. خب جان چی میگوی؟ نه سبزیش در زیر شای جان. چی میگوی بچه؟ خب اینا بیننده آش ما آماده شد. از اول نوار تا آخر نشون دادیم. استفاده کردیم ما در این برنجی پیازی دیدین نیم لیتر روغن بود. انا تقریبا 300 گرم پیاز بود و بعدا 1.5 کیلو گوشت بود. انا 2 کیلو سبزی بود. 2 لیتر آب جمع ریختیم. انا بعدا 1.5 کیلو برنج افغانی. نبینید ماشاءالله برنج افغانی بسیار عجیب میشود. حجمش هم کلان میشود. بسیار میشود یعنی. اینمی است. خب نه آماده کنین. نوارها را با یاران و دوستاتون روان کنین. اینا. تا نوارهای بعدی تا افطارهای بعدی الله یار و مددگارتان باشد. انا کانال ما را دستگیر کنین برادران عزیز. ما دو کانال داریم. یک کانال من خزینه معرفت است که همینه که شما دیده ایستادین و کانال دوم کولینری تاجیکستان نام دارد. من تارت و از چیزا پخته میکنم. یک دو ماه زیادتر ما نوار نکردیم چون که مریض شده بودیم. راستش دیگه همین گلوندرد و از همین کسه ها نتونستیم نوار کنیم. الحمدلله که الله شفا را داد و باز اینا خوب شدیم. خدا خود از این پس کوشش میکنیم که باز شما را یگان روی خوب و جالبتر برای شما ازم پیشکش کنیم. الله یار و مددگاری همه شما باشد. ما و شما را از جمعی فتوه بالا نگهدار باشد. تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.